میخوایم اندازه مجهولات رو توی این شکل به دست بیاریم. ابتدا میریم سراغ این دوتا. ما میدونیم که توی متوازی الاضلاع زاویه های رو به رو با هم برابرن. نگاه کن، الان این میشه رو به روی این، با هم برابرن. پس میگم 5x منهای 35 باید مساوی باشه با 3x به اضافه 35. خب حالا این معادله رو حل میکنم. 5x همینجا بمونه، 3x بیاد این ور بشه منهای 3x مساوی این 35 همینجا بمونه، اینم بره اون ور معادله بشه مثبت 35. پس 2x مساوی 70. حالا من x رو میخوام دو طرف معادله رو تقسیم بر 2 میکنم که x هم میشه 35. تا اینجا اوکیه. پاک کنم این قسمت رو. پس x هم شد 35. من مجدد بنویسم x شد 35. حالا من برای اینکه بتونم اندازه این زاویه ها رو به دست بیارم، هنوز اندازه رو که به دست نیاوردم، الان فقط فعلا x رو به دست آوردم. اگه بخوام برم اندازه رو به دست بیارم کافیه به جای x بذارم 35. نگاه کن، 5 ضرب در 35 منهای 35. 5 ضرب در 35 بشه میشه چند؟ 5 5 تا 25 تا، 5 3 تا 15 تا، با 2 تا 17 تا، 175. این 35 هم ازش کم بکنم شد 140. پس اندازه این شد 140. اگه بیایید به جای این x هم 35 بذارید، بازم میبینید اینم میشه 140. اصلا باید با هم برابر بشه، چون زاویه رو به رو با هم برابرن. اگه برابر به دست نیاوردی بدون تو محاسبات قبلی دی اشتباهی کردی. پس هر کدوم از اینا شدن 140 درجه. خب حالا میخوام این 2y رو به دست بیارم. دو تا روش میتونم به دست بیارم. بگم آقا توی متوازی الاضلاع زاویه های مجاور با هم مکملن. مجاور یعنی چی؟ یعنی دوتا زاویه که بغل همن، یعنی این دوتا. پس بگم 2y به اضافه 140 باید بشه 180. یه بار دیگه تکرار میکنم، تو متوازی الاضلاع زاویه های مجاور با هم مکملن. پس جمع این دوتا باید بشه 180. حالا به دست میارم، میگم 2y مساوی 180 منهای 140. ادامهش رو این بالا می نویسم، رنگش رو هم عوض کنم.